امروز روز اول غوغا کردیم به محله از بالا میایی خونه. السلام علیکم بلا. علیکم سلام. با چیت خوب نیه. صدا میگیری؟ نیت هیچی نیت. امروز یک گیپک نیت. شدی باید گیل اگه ندی میرم به ماما جبار میگو. امروز یک گیپه نیه بیا پاپا. من میرم الان به ماما جبار میگو. بپاد. من به پریدن کار ندارم. پول بدی من برم وظیفه من میره. اگه ندی میرم به ماما جبار میگم تو چی گوله به او دادی؟ گیپک. رقیف امروز معاف کمد. نیه اوزا کشمیشیه برا. معاف نیه. داری آدمی. یک زرنیه. 20 روپیه میچله. 20 روپیه. دیگه نیه. امروز 3 روز میشه تو به من پول میدی. هر روز 100 روپیه نیه. امروز چرا 20 روپیه میدی؟ خب نیه. سیکو گیلا 80 روپیه دیگه کی میدی؟ با روز دیگه. با روز دیگه نداره. تو دمی که نمیری روز 100 روپیه میام دست تو میسکنم. اگر صدی نداشتی میرم به ماما چیز میگو جبا. اگر نگم به ماما جبا ایتا تو میزنه طرف کمراتون هسته. اون مرغ مال 7000 قیمتی اون مرغ جنگی. راست میگی گیپا. نه دیگه نگو هیچی نگو. مر شونا عملی میفهمیشته کل خرابی هم با هسته. بیلو ماما جبار بد چیزیه. نه نیمه گفتن برو بگیر مرغ بردار بیار پخته که بخور یک افشو شد. افشو شد. الان به من بیستی میدی ها؟ تو 80 روپیه دیگه. تو این بیستی بگی؟ آره کمک. 80 روپیه دیگه نمیشه گیپک با تو یک بوسی بدم. نه. نباید. چره؟ پول بدی من 80 روپیه. یعنی بوس کنیم به 80 روپیه نمیارزه؟ نه. ایتا اگه ندی ماما جبار با میای بالا سر تو. آه. خوبه با پلاتور میارم بخیر خوشی. صبح 180 روپیه بدی دیگه. خوبه چاش. من میرم. خوبه برو. بانالی بگو 80 روپیه چی؟ نه میارم برو دلیان باشه. سخت بابا از این گیپک افتادم چیکار کنی؟ کل گناه به زیر سر می بیبی منه. بابا بیبی تو ماه چه کار کنی که مرغ بخوری؟ چکار کنم لالا جیگر 3 روز نمیشه این مرغ بسوندم خلاص مرغ ازم تا مرغام گم شده لالا. امیت داغی به دل می افتاده که باور کو چی بگم. امیت دیر از این رو به زیر کردم مکو ندیدم. خب باشه زنگ میزنم لالا بر تو. امی که پیدا کنم انشالله میارم به دست تو میدم. خداحافظ لالا کار دارم علی. لالا خیریاته. بخیری. اشتاس لالا جان شما جان خیریات. اما مثال مردم قدیم دروغ نبوده گفته به دست بدی به پا بده. مگر دیگه من تکسرم رات شما میت سر سرگردون باشم دیگه به خاطر 3000 روپیه. یعنی من تو آدمیم که حق تو رو بخورم. ها؟ اگر نمیخوری لالا خب چند وقت میشه؟ خود شما فکر کنید. ما آدم معامله‌گرم. امروز که به شما چیزی بفروشم نماشون پول بگیرم باز تو مگر یک چیزی بخرم. ما خونه میشه دستخالی برم چی بخرم حالی؟ کی به ما باز قرض میده؟ لالا جبار تو حال پول کاسر نخورده و حرام هم نمیخوره. ما خودی هر کس معامله کردم 2 روز سر و تیر شده پول مرتکر به 2 دست ببردم به دست تحویل کردم. مرغ تو لالا پیشون گم شده. امیت داغی به دل من کمیت کلمه خرابه. 5-6 تا مرغم به خونه داشتم از اون وسط مرغام کلا همون یک دم ناسندی گم شده. حالی معلوم نیست بیرون شده. کسماسیور جون کسماسیور تبادله کرد. خلاصه لالا مرغ از این سرام گم شده. همون زبق زر کمور پیدا کنم نوکرتون پولاتون میدم لالا جیگر. دیگه بونه نه لالا جبار میکنی. حالا که مرغ تو گم شده یا نشده که بعد رات پولا خودم بونه کردی که مرغ مر بردم. کاکا جان ما دیروز 14-15 هزار روپیه کفتار خریدم مرتکه پولا خمایه با بچه لالا مات گادی اونم دو تا مرغوی دادم 1 ماه میشه بدم سرای میرم خود رسون به من نمیدم. لالا جبار خود تو خبر داری که ما معامله‌گرم. امروز که بخرم مجبورم مثلا صبح بخرم شام بفروشم باز پولی برم صبح یک دیگه بخرم. بازم اگر حمال کم رزینی پشیمونی آن 1 پنسیلی تو فایده میدم مرغ مر پاس بیار 2 ماه میشه که به پیشتونه.
اولین نفری که به سر و جغداد میکنی به خاطر پول. جبار تو آدم نامردی نیه. بازم اگه خیلی کارتو بندن گوشی خور میدون ببر به شهر بفروش، پول مرغ خور وردا بگیره. بگیر وردا ببر بفروش. بدی اما فرق نمیکنه. ببره. فرق نمیکنه. داری دگم اگه گوشی دگم داری بدی. اما این برای تو بگم کار خور به سودام میله کار خور یک باره کردی. بفهمیدی یا نه؟ میشه هم هفته نیم از قیمتنه. چرا شما مردم یه اخلاق داریم؟ اگر چیزی دم میبریم خوشحال دم که مرتکب رد پول میای با بعد شما میای. خود تو خبر داری که ما آدم معامله گر بعد من نمیای. مرغ از پیش من گم شده به گپ میفهمی لالا چیکار. معلوم میشه تو لالا جبار مرغ باز نی. اگه مرغ باز بودی بعد متوجه مرغ میبودی. حالا بیا مدی با ما یک دمی یک دمی گوشی 7000 قیمتنه میتونی با دکونان نشونم بدی. من میگم 10000 قیمتی باشه 3000 ما با 3000 بیخو میفروشم. ما خدا کنه بدونی برو باز خودی تو سودا میلم بکردم دگم میکنم باز یاد تو باشه. خب این مرغ کی برده تادی؟ بولا قسم تور پیدا کنم اگه تور با بل ریزه نکردم که نامم جبار نیه. شو رفتی؟ اشتنی رمزو جو تو ویلو خیلی هستیار هستی. با تا جمار میپله تو یعنی برا دیوانه شدم زبانی شدم امروز صبح میفتم. چرا؟ مرغ کلنگی بود لالا بخریدم هم 6000. همین لالا جانم 3 روز میشه این مرغ میته قیب شده برات به زیر زمین. بسته منطقه بگشتم دیو و دیوار و سر و زمین و پلواشر عمر بپرسیدم لالا یکی نگفت که من این مرغ بدید. دیوانه شده باز کاش که از این مرغ معمولی بودی لالا مرغ کلنگی بود خروس کلنگی بود برار من. شما کنه دیده باشیم لالا. کی گم شده؟ بدیدین شما؟ نه میگم کی گم شده؟ امروز 3 روز میشه لالا فکس. 3 روز میشه. 3 روز میشه حال تا جوار تو میکنی لالا. اگر کسی ورداشته باشه هم برده باشه هم حال مرز پاکستان تیر شده. مرز پاکستان گم شده باشه؟ یعنی چی؟ یعنی منظور من اینه که نفر اگر ورداشته باشه برده حال اعظم اصلی جا هم تیر کرده. باز من گفتم تا همی جمعه با پالون 3 شب میشه او که از گشنگی کنه میموره هر رقم باشه ایوونی روزی خود پیدا میکنه. میگم برکن پیدا شه. مر به تشویش کردی یعنی میگی برده باشم از تیر کرده باشم. به خیال لالا عبدالجبار مرغ که برای اعصاب شما خود خوبو بردن. پاک روانی شدیم برو رال به جلوی مسر پلوک نریم. من مثال زدم یعنی منظور من اینه که اگه مرغ کسی بوجنده باشه حال از این شهر هم بیری شده. شما همون گفت به من میته بگرفتیم یلا نمیدیم رادیو. لالا رمضان مال شیرینه یعنی بابا قدام تا این مرغ گم شده من روانی شدم گفتن تو شاید بدتر هم باشم که من به مرستون هم ببرم. بازم رمضان جو مرستون جا شما نخوابیدیم جانیه که شما برید. رمضان جو همون دیونای هنگمون دیونا تر خواه کردیم. یک سدی ولی تو رمضان جو شیرینی میدم. این مرغ مرا اگه پیدا کردی و من خبر بده لالا جگر. من 120 رو بکم تر نمیشکنم شیرینی. خب خیر خودی هم رفیق شیم خودی هم برار شیم مشتری شیم 110 ریپه حساب کنم. اصلا من 120 روپیه به شما میدم امی اسم مرغ دیگه به پیش من نبریم چون من وقت ندارم سرده لوسلی کار ندارم که برو مرغ کلنگی بپالم. بفهمیدیم یا نه؟ شما هم خوره میتو گم کردیم بر آدمی مرغ. بفهمیدیم بریم بخیر میتو تعمی جوموار بپالیم شاید یک شغال سگ چیزی گوشنه نبوده باشه گم مرغ شما نخورده باشه به 3 شون 2 روز حال پرای رم همر گم کرده شغالا. بریم بخیر خیلی همرتک موتر لکسی شمال گم کردیم این زمینی نمیشد مامای به. بله اچیش به تو هم میای رمضان اگه پیدا کنی گناه کره حلال کنی شای به کنار سفره بزنی به دل جگر خوب بخوری اچیش به تو هم میای رمضان از اون قیافی تو هم معلومه کی خورده باشه این مرغ کی برده باشه این مرغ پیدا میکنه هیچ کسی فقط این دیشب دورخانه به ایزون بوده گلک
یاری هم بعد 420 یعنی خیلی شده اینجا گیلک هی چکانه اول دیشه رخشویی دیشتی ها؟ چکانه اینجا جا خیلی که خیلی شدی تو اینجا سرش ممکچی از تو بپرسم ایدار شد کجایی؟ ها نشه یا خمار نه کجا میری؟ هی به نظرم الان خیلی نه بس که تو کار دارم بگم نه میشنوی صدا میشنوی به نظر سرقی شدی گویی اصاب خود ازم نخوردی یا خلاص شده اگه موقع کلنگی خصوم من ندیدی که اگه موقع کلنگی خصوم من ندیدی خسرت من کجا دیدم ایلا که میتونم تگوش تو بزنم که یک از بخوری 6 تا دیوال میگه موقع کلنگی خصوم من ندیدی خاطر گم شده بیچاره روانی شده دیوانه شده به 6 تا نزدیک از نورالله بخریده بود آخه ندیدی خاطر تو به سهر روز داشتی به تاوی سهر بخون میگردی و چکر میزنی پس یک ساعت ما به کی میگم تو دیوانی تو مبارک باشه یک ساعت من ریز بده بسه گپ بزن یال خیلی بیدار شدی تمام من میکنه بابا من خیلی میدیدم لعنی من به من میگه چیز کو پخته کو لنگا مرغ پرتو نده کدوم مرغ گیله چیه؟ نه من به خیلی میگم من مثلا نانیم میگه یعنی عرستگی مرغ پخته نکردی نه مرغ مرغ چی؟ خسر من گم شده من کلنگی بابا من خسرت چی خبر دارم مرغ خسرت چی میفهم سیه گیله یک چیزی به تو میگم خوب هم یک دونه پینجه به تو میدم به خاطر از اینکه تو بیکاری همین پلواشا و رار متر میکنی روز تا شوم چون بیکاری کو یک دم یک موقع خصوص ما برید اون کلنگیه همین چیز کلونیه بیا من خبر بده یا بردا بیار پیش می یک دونه پینجه به تو میدم که یک هفته خرج کنه سیه دلجم باشم من رفتم گیل اگه با دست کس باسی هم دیدی بگو خوبه اگه با دست نانی خوبی بی خودی دم بگو گیله راست خوب بگو اگه بدیدی بگو همال پینجه میدم راست خوب بگی به شرط بدیدی جامعه مرغه خب تو یک دم خسور ما نفهمه که مرغ تو بردی گیله نه خوده نیه یک دم اگه خسور ما نفهمه که تو مرغ بردی میفهمی که این تا آدم اعصاب خرابه همین تا آدم خطرناکه و تا منطقه اسم جبار دنگ دنگ میکنه که خسور باشه یک زرتور نزنه که تنه و حتی به کمر تو نرسه بفهمیدی؟ تو رو شفا خونه قبول نمیکنه باش خیلی اعصاب خرابه باش ولی از اون مرغ پول داده بود حتی او نگرفته باش گسیشتنی شما جشتنی یارو کسا بخیری سلامت سیاپوه کجا بیدی؟ شکر همین تو دیگرو برام میگم یک سواله خب این مرغ کلنگی خسور ما ندیدی؟ مرغ کلنگی خسور تو ما کتا منطقه بشنیدم که گم شده خسور تن براده میگشت گم شده که جوری و تایم دینیه بدیدم خود من مرغ بدیدم مرغ کلونی بیده عباس سکو چی میگم عباس بودم از زبونی من نگیر خب امروز صبح امی بیبی گیلک امی دیدم یک خلیتی امی پر بود خلیتی سیاه امی کلتک داد من دختم تاش خالا وزی طرف امرو برو سرم از من خلی هسته رفتم دن خلیته واک کردم سی کردم همه پر مرغ همه پر مرغ ما بفایندم گفتم امی گیلک نه شما مدراس میگی؟ عباس خود ما دیدم به چشما خون پرا مرغ بدیدم با بیلا انال شهرت یار میشه به تعزیده تو سعی بدیم برو خصوص خبر کنم که این کار گیلک بیده نمیگم شما خیبینه که بگفتی در جمع باش از دموی تو بهش که نمیگم یعنی مطمئنه که پر مرغ بوده تمو خیلی عباس خود ما به چشما خون میگم بدیدم یک دم عباس نگی که شما گفته نه تو خلاصه فقط همین قصور خو نگم که فلانی بوده دیگه من کار ندارم با تو سیکو سیل از دیگه خاطر گیلک نشکار میکنه یعنی میگه به خسور خوب اشته نگه من خسور موقع غذا رو گرفته تو هم نشه 6 تا نظری پیل داده بالی از او جوری هم موقع غذا تا دی نبوده
سیکو عباس اشته کلنگی بود ندیدی تو؟ بدیدم میگم بدیدم مالی بیچارم آدم ساده اگه بره بگی قصور تن آدم سعودیه میری خودن کلون یه خجالت نمیکشه که مو حروم بوده گلک باشن دوباره تو برای داده بودم بگرفتن بکشتن پاک بخوردم از یک گلاس سعی میکنی اگه بگی این بیچاره ساده نفهمیده گناه داره بعضی لاز دیگه سعی میکنی مگرم بری بگی که دیگه ایت کاری نکنه دیجی سعودیه نکنه جلوی تا سودا باید گرفته شه گوشای نو باید توشه که دیگه این کارا نکنه بفهمیدی نه با کی اختیار خود داری سعودیه ما که تو بگفتم میری برو بگو نمیگی اختیار خود داری باید جلو از اینا گرفته شه سوال بده خلاص خیر بینی خلاصه اول از من چه کار میکنم